این گفتگو رو با شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ علی هستم از اصفهان، جناب انصاری تماس میگیرم. آقا علی از اصفهان. آقا علی گرامی، ما کلیپی رو پخش کردیم از آقای قزوینی که روایتی رو از ابن ابی عاصم رحمت الله علیه نقل کرد و اول این روایت رو که در اون بیان شده بود که این فرموده پیامبر در غزوه تبوک بوده، اینو حذف کرد تا این گونه به مردم جلوه بده که این روایت دلالت میکنه بر خلافت و جانشینی سیدنا علی بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بفرمایید. بله. من اینو فقط میخواستم خدمتتون عرض بکنم که امروز بعد از ظهر یکی از دوستان ما که اهل سنت هست، بنده خدا یه خانم اهل شیعه رو به نکاح خودش در آورده، حاصل یه ازدواج هم یه دختر خانم هست. بعد این برادرای این خانم اومده بودن، این دختر خانم رو برده بودن تو خونه و گفته بودن ایشون اهل سنته و نباید. من فقط حرفم اینه جناب انصاری که زمان حضرت رسول شاید شرایط فرق میکرده یا به هر شکل بوده که مردم به هر اون شرایط به اون شکل بوده. در حال حاضر این مسائل اهل شیعه یا سنت رو که ما برای خودمون معضل کردیم، هی مثل کوه داریم بزرگ میکنیم و هی تو سر و کله هم میزنیم، هر روز هم داریم متاسفانه زیر اینکه پیشرفت کنیم پسرفت میکنیم. این آقا محمد الان از قم ظاهرا چند دقیقه پیش صحبت کردن، واقعا حرف قشنگی زدن و صحبت شما هم واقعا متین بود که فرمودید خیلی عذر میخوام مثل گوسفند بعضی وقتا ما پشت سر هم دیگه واقعا اینطور شدیم. الان ما با جای اینکه برادری داشته باشیم، وحدت داشته باشیم، پشت سر همدیگه باشیم، با فرقی بین اهل شیعه یا سنت نباشه، ما اومدیم بین خودمون تفرقه ایجاد کردیم. بعد از اون طرف متاسفانه مسائل رو برای خودمون سنگین میکنیم. من فقط خواهشم اینه یه کاری بکنیم حداقل خوشبین باشیم به این مسائل و این مسائل رو یه مقدار باش کنار کنیم و اینقدر سر کله هم نزنیم. فقط صحبت من همین. تشکر از شما. تشکر آقا علی گرامی. من بعد از قطع تماس شما انشالله صحبتی خواهم کرد، امیدوارم که بیننده ما باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. من دقیقاً پیشانی شما رو میبوسم آقا علی و حرف شما رو تایید میکنم. دقیقاً قرآن کریم همینو از ما خواسته. الله سبحانه و تعالی همینو از ما خواسته که به سر و کله هم دیگه نزنیم، اختلاف نداشته باشیم. باورتون نمیشه؟ برید قرآن رو باز بکنید دوستان عزیز، در اتاق فرمان نشون بدن. سوره حشر آیه 9 آیه 7. ببینید در این آیه الله سبحانه و تعالی در اینجا میاد چیکار میکنه؟ خدمت شما مسلمانان بیان میکنه که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. این اموال فی یا اموال غنیمت برای فقرای مهاجرین است که از خانه و اموالشان بیرون رانده شده، از الله فضل و خوشنودی میطلبند و الله و پیامبرش را یاری میکنند، آنها راستگویانند. این مهاجرین کیا بودند؟ علی، ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، همینایی که بیشترین کینه و عداوت رو شیعیان نصار اینا میکنن. اینا بودن مهاجرین که الله سبحانه و تعالی به اونا چی میگه؟ آنها راستگویانند. میریم سوره آیه بعدی، آیه 9. در اینجا اونجا که ذکر مهاجرین بود، پس انصار کجا هستن؟ الله سبحانه و تعالی میگه والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. و نیز برای کسانی که پیش از آنان در دیار خود یعنی مدینه که دارالاسلام جای گرفتند و نیز ایمان آورده بودند
کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می‌دارند و در دلهای خود از آنچه به مهاجران داده شده احساس حسد و نیازی نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند هرچند خودشان نیازمند باشند. و کسانی که از بخل و حرص نفس خیش باز داشته شدند پس آنها راست کارانند. این کیه؟ اینا انصار هستن. مهاجرین که اومدن، ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و علی و فاطمه و غیره که اومدن به مدینه رضی الله تعالی عنهم اجمعین، انصار چیکار کردن؟ 2 تا خونه داشت، یکیشو داد به مهاجرین. 2 تا زن داشت، یکیشو طلاق داد که برادر مهاجرش با اون ازدواج کنه. گرچه شاگردان قزوینی در شبکهشون خندیدن، گفتن که زنشو طلاق داده که یکی دیگه بیاد ازدواج. بله، شماهایی که دلهاتون پر از کینه و بغض و عداوت هست نمیتونید این چیزها رو درک بکنید. اینکه شما زکام هستید، سرما خوردید، نمیتونید بوی خوشو استشمام بکنید، این گناه اون گل خوشبو نیست، گناه شماست که مریض هستید. فی قلوبهم مرض، الله سبحانه و تعالی میگه. شما نمیتونید درک بکنید این چیزا رو. چون به قول اون برادرمون که رفته بود مشهد، به اصطلاح میگه که من در راه مونده بودم، چیزی نداشتم، حتی دفتر مراجع رفتم بهم کمک نکردن. چون شما همه چیز برای خودتون میخواید، به خاطر همین درک نمی کنید این محبت و دوستی که بین مهاجرین و انصار بود. اما خب گفتید این برای مهاجرین و انصار، تقصیر ما چیه که قرآن در مورد ما چیزی نگفته؟ گفته. برید قرآن رو ببینید. آیه 10 سوره حشر، دوستان عزیز نشون بدن. والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که بعد از آنها میان. یقولون، چی میگن؟ میگن که ابوبکر و عمر و عثمان کافر بوده. میگن عایشه رو امام زمان از قبر زنده میکنه، شلاق میزنه. میگن که کسانی که پیروی از سنت پیامبر بکنن، پیروی از صحابه بکنن، ابوبکر و عمر رو دوست داشته باشن، کافرند. اینو میگه؟ نه، دقت بکنید که قرآن چی میگه. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا، کسانی که بعد از آنها میان میگویند پروردگارا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پروردگارا ما را بیامرز، ما را مشمول مغفرت خود قرار بده و برادرانمان را که در ایمان از ما سبقت گرفتند. خب این دعا را کردی؟ بله، خداوند چیز دیگری هم از تو میخواد. اون چیز بعدی که الله سبحانه و تعالی از ما میخواد چیه؟ به آیه توجه بکنید. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، و در قلبهای ما کینه و بغض و عداوت قرار نده نسبت به کسانی که ایمان آوردند. خدایا این کینه و بغض و عداوت رو از قلبهای ما دور بکن که در روز عاشورا به بهانه امام حسین نریم به ابوبکر و عمر و عثمان لعنت بکنیم، به بهانه دعای صنم القریش و دعای زیارت عاشورا نریم بهترین اصحاب پیامبر را توهین بکنیم، لعن بکنیم، بدترین صفات رو به اونا بچسبانیم. من بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، بابا تعریف عایشه نکنید، فضیلت عایشه بیان نکنید، اصلا با عایشه کاری نداشته باشید. به خاطر گل روی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که سالها با این زن زندگی کرده، حداقل بهش توهین نکنید. اگر دخترش بد اخلاقه، میگه مثل عایشه میمونه. من اینو شنیدم، در ایران به گوش خودم شنیدم. اگر دختر بدکاره ببینم میگن مثل عایشه است. چطور توقع دارید که ما با هم دیگه وحدت داشته باشیم؟ اگر وحدت واقعی میخواید به قرآن عمل بکنید. اگر وحدت واقعی میخواید بگید که ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. این است وحدت واقعی. تا این قلب‌هاتون رو از حقد و کینه و دشمنی نسبت به صحابه و به مؤمنین پاک نکنید، دروغ میگید که ما وحدت میخوایم، دروغ میگید که ما میخوایم که با هم دیگه زندگی بکنیم، نمیخوایم با هم دیگه مشکل داشته باشیم. هر وقت که قلب‌هامون رو از حقد و کینه و عداوت و دشمنی واقعا اونطوری که قرآن میگه پاک کردیم، در اون صورت میتونیم بیایم. اگر این آیه به تنهایی میومد در قرآن، گفتیم خب حالا اینجا یعنی آیه رو ذکر کرده، در اینجا ربطی نداره به این که ما نسبت به صحابه دشمنی نداشته باشیم. اما ببینید الله سبحانه و تعالی میاد در آیه 7
فضیلت مهاجرین رو بیان میکنه، میگه اونا راستگویان هستن. در آیه 8 میاد فضیلت انصار رو بیان میکنه، میگه اونا راستکار هستن. در آیه بعد میاد میگه کسانی که بعد از اینها میآیند تا قیامت وظیفه‌شون چی است؟ کتابا رو بگردن، کینه های سابق رو بیان رو بکنن برای مردم بخونن. ما این کارو نکردیم. شبکه نور، اولین شبکه اهل سنت، شبکه وصال فارسی و شبکه کلمه که دومین شبکه اهل سنت بودن که همزمان با هم دیگه شروع شدن، شبکه وصال حق که از وصال فارسی جدا شد، شبکه توحید که جدیداً وصال فارسی تبدیل به توحید شد. همه این شبکه‌ها بعد از این تأسیس شدن که 30 سال شما توهین کردید، لعن کردید، نفرین کردید در صدا سیماتون، در 30 و چند شبکه‌های استانیتون، در شبکه سلام و امام حسین و غیره که شبکه‌های برون مرزی شما هست که از همین قم داره کمک میشه، دفتراشون رو بستید، دارید مردم رو فریب میدید که ما شبکه امام حسین و صادق شیرازی رو بستیم به خاطر وحدت اهل سنت. والله دروغ میگید، به خاطر این بستید که اونا مخالف ولایت فقیه شما هستن. شبکه اهل بیت رو به خاطر گل روی اهل سنت نبستید، به خاطر این بستید. بعد از این بستید که الله یاری اومد به شما نسبت دجالیت داد، گفت که خامنه‌ای دجال هست. وقتی اومد ولایت فقیه شما رو زیر سوال برد، اون موقع رفتید بستید. اون موقعی که توهین به ابوبکر و عمر میکرد چرا نبستید؟ چون خوشحال بودید از اون کاری که میکرد. وقتی که اومد نظامتون رو زیر سوال برد، شبکه امام حسین و مرجعیت و اهل بیت، اومدید این شبکه‌ها رو بستید. دروغ در وسایل ارتباط جمعی میگن که بله ما شبکه‌هایی که توهین میکردن به مقدسات اهل سنت بستیم. اگر راست میگید شبکه ولایت رو ببندید. مگر قزوینی نمیگه که ما در مورد عایشه بیش از 50 تا سوال داریم؟ تو برو در مورد زن خودت 50 تا سوال بکن، در مورد همسرت 50 تا سوال بکن، کجا میره، با کی میشینه، با کی، اصلا اخلاق و رفتارش و خانواده‌اش چگونه است. به زن پیامبر چی کار داری که در مورد زن پیامبر بیش از 50 تا سوال داری؟ خب این وحدت میاره؟ این همبستگی میاره بین شیعه و سنی؟ اما نه، شبکه ولایت رو نخواهند بست با وجود همه توهینایی که به پیامبر اسلام، به اهل بیت و به صحابه کردن. اما اون شبکه‌هایی رو که بستن فقط به خاطر این بود که نظام ولایت فقیه رو زیر سوال برده بودن، مرجعیت قم و خامنه‌ای رو زیر سوال برده بودن. به خاطر این بستن.